با یه شکلات شروع شد. من یه شکلات گذاشتم تو دستش، اونم یه شکلات گذاشت تو دست من بچه بودم، اونم بچه بود. سرم بالا کردم، سرشو بالا کرد. دید که منو میشناسه. خندیدم. گفت دوستی؟ گفتم دوست. گفت تا کجا؟ گفتم دوستی که تا نداره. گفت تا مرگ. خندیدم و گفتم من که گفتم تا نداره. گفت باشه تا پس از مرگ. گفتم نه 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 نه، تا نداره. گفت قبول، تا اونجا که همه دوباره زنده میشن، یعنی زندگی پس از مرگ. بازم با هم دوستیم، تا بهشت، تا جهنم، تا هر جا که باشه من و تو با هم دوستیم. خندیدم گفتم تو براش تا هر کجا که دلت میخواد یه تا بذار، اصلا یه تا بکش از سر این دنیا تا اون دنیا. اما من اصلا براش تا نمیذارم. نگام کرد، نگاش کردم، باور نمیکرد. میدونستم اون میخواست حتما دوستی ما تا داشته باشه. دوستی بدون تا رو نمیفهمی. زندگی یعنی چکیدن همچو شمع از گرمی عشق. زندگی یعنی لطافت گم شدن در نرمی عشق. گفت بیا برای دوستیمون یه نشونه بذاریم. گفتم باش، تو بذار. گفت شکلات. هر بار که هم دیگر رو میبینی یه شکلات مال تو، یکی مال من. باشه؟ گفتم باش. هر بار یه شکلات میذاشتم تو دستش، اونم یه شکلات تو دست من. باز هم دیگر نگاه میکردیم، یعنی که دوست. من تندی شکلاتمو باز میکردم، میذاشتم تو دهنم و تند میمیکیدم. میگفت شکمو، تو دوست شکموی من. و شکلاتشو میذاشت تو یه صندوقچه کوچولوی قشنگ. میگفتم بخورش. میگفت تموم میشه. میخوام تموم نشه، برای همیشه بمونه. صندوقش پر از شکلات شده بود، هیچ کدومشو نمیخوام. من همشو خورده بودم. گفتم اگه یه روز شکلاتاتو مورچه ها بخورن یا کرما، اون وقت چی کار میکنی؟ گفت مواظبشون هستم. میگفت میخوام نگهشون دارم تا موقعی که دوست هستی. و من شکلاتامو میذاشتم توی دهنم و میگفتم نه نه نه، تا نداره. دوستی که تا نداره. تو کدوم کوهی که خورشید از تو دست تو میتابه، چشم ابر عیسی روی سینه تو خوابه. 1 سال، 2 سال، 4 سال، 7 سال، 10 سال، 20 سال شده. اون بزرگ شده، منم بزرگ شدم. من همه شکلاتامو خوردم، اون همه شکلاتاشو نگه داشته. اون آمده امشب تا خداحافظی کنه. میخواد بره اون دورا. میگه میرم اما زود بر میگردم. من که میدونم میره و بر نمیگرده. یادش رفت شکلات به من بده. من که یادم نرفته. یه شکلات گذاشتم کف دستش، گفتم این برای خوردنی. یه شکلاتم گذاشتم کف اون دستش، اینم آخرین شکلات برای صندوق کوچیکم. یادش رفته بود که صندوقی داره برای شکلاتاش. هر دوتا رو خورد. خندیدم. میدونستم دوستی من تا نداره، میدونستم دوستی اون تا داره، مثل همیشه. خوب شد همه شکلاتامو خوردم، اما اون هیچ کدومشو نخورده. حالا با یه صندوق پر از شکلاتایی نخورده چی کار میکنه؟ این دیگه فکر نداره. وقتی میشنوی میگم تو برو با هم نمون، حتی اسممو نیار. اگه یک شب دیگه زیر بارونا قدم زدی، بدون که تمام فکر من پیش تو بود، مثل تو زندگی.